خانواده در فرانسوی چی میشه؟ بلدی؟ بیا مادر میشه مر. گوش کن مر. پدر میشه پر. تکرار کن پر. برادر میشه frère. خ frère. تکرار کن. خواهر میشه sœur. بزرگ میشه grand. پس مادر بزرگ میشه grand-mère. پدر بزرگ میشه grand-père. تکرار کن. grand-père grand-mère. دایی عمو فرق نداره. بگو oncle. عمه خاله میگیم tante. پسر عمو پسر عمه پسر خاله cousin. تکرار کن cousin. و برای دختر عمه دختر خاله cousine. پس cousine. یاد گرفتی؟ اگه مشکل داشتی تو کامنت بگو یا واسم دایرکت کن.